اسم یک پیامبر میگیرم نام پدرش بگو. درست است. عیسی مسیح. بسیار سوال مشکل. عیسی مسیح پدر نداشت. از شماست. تبریک باشه. سلامت باشه. موفق. دو سوال میکنیم. بله. اگر توش جواب دادین این موبایل از آن شماست. باز نمیفهمم بینتون تقسیم کردیم به کی میتین. باشه صحیح. خب. البته هر دو سال با قرآن ارتباط داره. صحیح است. اسم یک پیامبر میبرم نام پدرش بگو. عیسی مسیح. عیسی مسیح. میفهمی؟ میتونین کمک کنین. من چیز گفته نمیتونم. اخشن کنم ضعیف هستم کلمه. خب خیلی سوال دوم. پیامبر را نام ببر که پدرشان پیامبر بود، فرزندشان پیامبر بود و پدر کلانشان. خب پدرشان پیامبر بود، فرزندشان پیامبر بود. حضرت یوسف. بچهش کی بود؟ بچه حضرت یوسف پیامبر بوده بود. خب بچه‌شون پیامبر بود، خودشون پدرشون پدرکلانشون همونطور یعنی میگه سه پشتش. بله. چهار پشتش خود یوسف، یعقوب علیه السلام. پدرش نبود، بچهش نبود، بچه یوسف نبود. نه بابا نشد. تشکر ممنون. من نام یک پیامبر میگیرم تو نام پدرش بگید. صحیح است؟ بفهم. عیسی مسیح. عیسی مسیح پدر نداشت. ماشاءالله مادر داشت. بله یک سوال جواب گفتن. بله سر مبارکه مریم است که قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیه. بله. خب سوال دوم. آماده هستی؟ انشالله. یعنی نزدیک شدی دیگه. انشالله. پیامبر را نام ببر که بچه‌شان پیامبر بود، پدرشان پیامبر بود، پدر کلانشان. حضرت داوود علیه السلام من فکرم فرزندشان سلیمان بود. پدرش کی بود؟ پدرشان پدرشان اسم پدرشان را فراموش کردیم. اسم پدر کلانش؟ حضرت آدم علیه السلام بوده باشه. اسم یک پیامبر میگیر نام پدرش بگو. درست. عیسی مسیح. پدر نداشت. پدر نداشت؟ نه. مطمئن هستی؟ خب نظر به چیزایی که شنیدیم و خواندیم فقط نام مادرش مریم. ماشاءالله عبدالله جان. یک سوال جواب گفتی، یک قدم موندی به برنده شدن. یک سال دیگر اون جواب بگو از خود است. یک پیامبر را نام ببر که فرزندشان پیامبر بود، خودشان خب بدون شک پیامبر بوده و پدرشان پیامبر بود، پدر کلانشان پیامبر بود. فکر کنم فقط یک چیز ذهنم خب یعقوب علیه السلام. یعقوب علیه السلام. پدرش کی بود؟ اسحاق. پدر کلانش ابراهیم. فرزندش سلیمان. یوسف. گدوات شده اما جواب صحیح است. از شماست. تبریک باشه. سلامت باشه. موفق باشید. نفس بگیر. گرفتی؟ خب سوال اول اسم یک پیامبر برات ذکر میکنم نام پدرش بگو. عیسی مسیح. عیسی مسیح. نمیفهمی نام پدرش؟ خب سوال دوم. پیامبری که فرزندشان پیامبر بود، پدرشان پیامبر بود، پدر کلانشان. حضرت سلیمان. پدرش داوود، بچهش کی بود؟ فرزندش تشکر. اسم یک پیامبر میگیرم نام پدرش بگو. درست است. عیسی مسیح. عیسی مسیح نخوندیم دقیقا او را. خب و سوال دوم. پیامبر را نام ببرین که بچهشان پیامبر بود، پدرشان پیامبر بود، پدر کلانشان. حضرت یوسف علیه السلام که پدر اونا حضرت یعقوب علیه السلام بود و پدر کلان از اونا حضرت اسماعیل علیه السلام بود. باز بچهش کی بود؟ بچه یوسف علیه السلام که پیغمبر بوده باشه. یوسف علیه السلام امین برادرشان بود، بنیامین برادرشان بود، بچهشان. تشکر از شما. نشد. اسم یک پیامبر میگیرم نام پدرش بگو. درست. عیسی مسیح. بسیار سوال مشکل است نه؟ خب و سوال دوم. اسم یک پیامبر میگیرم که
اوت یک پیامبر خودت اسمش بگی که بچه‌شون پیامبر بود، پدرشون پدر کلانشون. موسی بچهش کی بود؟ پیامبر بوده باشه پسرش؟ موسی. اسم پیامبر را میگیرم نام پدرش بگو. درسته. عیسی مسیح. ندارن اونا خودشون بی پدر تولد شدن، یگانه پیامبری هستن که بی پدر تولد شدن. یعنی پدر نداشتن؟ پدر ندارن. ماشا. ابن مریم میگنش. یک گام دیگه نزدیک شدی به برنده شدن. سوال دوم، اسم پیامبر را ببر که بچه‌شون پیامبر بود، پدرشون پیامبر بود، پدر کلانشون. حضرت اسماعیل، اسحاق و حضرت ابراهیم. حضرت اسماعیل، اسحاق و حضرت ابراهیم. اسماعیل، ابراهیم، اسحاق. من نام یک پیغمبر میگیرم نام پدرش بگو. عیسی مسیح. عیسی مسیح. یعقوب نیست؟ نه. خب سوال دوم، اسم پیامبر را بگو که بچه‌شون پیامبر بود، پدرشون پیامبر بود، پدر کلانشون پیامبر بود. همین یعقوب علیه السلام. این یک سوال جواب گفت ماشاءالله، یکش نگفته. گوشم جواب میگفتی. حالا این موبایل از خود. تشکر. دو سوال از خود مربوط به قرآن. میتونین که با هم مشورت کنین، مشکل نیست. برنده شده این موبایل از آن خودتان. باز دیگه هر قسمی که باینتون تقسیم میکنین. مشکل. سوال اول آماده هستین؟ بله. اکبر جان آماده هستی؟ بله. خب. نام پیامبر را ببر. میبرم من نام یک پیغمبر را میگیرم تو نام پدرش بگو. درسته. عیسی مسیح. حضرت داوود. حضرت داوود. حضرت داوود. خب سوال دوم، اسم پیامبر را بگیرین که فرزندشون پیامبر بود، پدرشون پدر کلانشون. فرزندشون پدرشون پدر کلانشون. حضرت ابراهیم که حضرت عیسی بود، حضرت اسحاق بود که بچهش حضرت یوسف، پدرشون پدر حضرت ابراهیم کی بود پیغمبر بود؟ حضرت اسماعیل. حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب.